سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خداوند نگهبان هر یک کدامشون باشه. پروردگار قدم هر یک کدام شما رو به این جاهای مقدس، به این جاهای نیک، مدینه، مسجد پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم، جایی که آرامگاه پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم است، قدم مبارک شما را نصیب گردونه. به همه جا تمام کل مردم مسلمان و تاجیکستان، همه شما را به خاطر الله دوست می‌دارم. دعای نیکی پدران و مادران و برادران و خواهران که برای خصوصا من میکنه، الحمدلله دعای شما بود که خداوند امروز نصیب دیدار این جاهای مقدس گشتم. همه شما را به خاطر الله دوست می‌دارم. دعاگوی هر یک کدام شما هستم در این جاهای مقدس که ای خلق مسلمان، ای خلق سربلندی تاجیکستان، خدایا نصیب دیدار این جاهای مقدس هر یک کدام شما را، تک تک شما را بگردونه، اهل بیت شما را بگردونه که آمده زیارت این جاهای مقدس را در این دنیا که بهترین جای از به آرامگاه، آرام کننده قلب های هر یک کدام ما و شما هستند. خدایا نصیب دیدار بگردونه. من وعده داده بودم که انشاءالله به جای مقدس برسم. انشاءالله ویدیو میکنم، یعنی که نه هر کس نصیب دیدار این خانه خدا این جاهای مقدس میگردونه و چنان که چی سبب های میشه که اگر نصیب دیدار این جاهای مقدس پروردگار نگردونده باشد، بسیار سبب های میشه که از راه شما را میگردونه، از سمالیات، از مقصد جای رجیستراتور، از هر یک جا. که الحمدلله امروز برازگی پروردگار و دعای شما پدران و مادران بهترین که چقدر دعای نیک میکنه در ویدیوهای، وقتی که یگان کمک های ما میکنیم، یگان مقصد مراجعات هایی که بعضی خواهرها و برادران میکنن، اولش خداوند شما سبب میشه که یگان مبلغ میرسونیم. چقدر دعای نیک نسبت من میکنه، از هر یک کدام شما میندار هستم. الحمدلله امروز خطی برادران و خواهران، خطی بسیار برادران نیک و الحمدلله اومدیم در زیارتگاه ها هستیم. ان شاء الله دعاگوی هر یک کدام شما هستم. به خاطر الله همه شما رو، کل مردم مسلمان، کل مردم تاجیکستان دوست می‌دارم. الحمدلله میگم خداوند نصیب دیدار هر یک کدام شما بگردونه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امروز یکم روز است که ما فرو آمدیم. ان شاء الله پیگیری ویدیوهای ما باشین. حرکت میکنم تا همین 15 روز یا که 10 روز که وقت دارم، ان شاء الله تا حد امکان تمام جایهای مکه و مدینه را ان شاء الله به شما ضبط کرده نشان بدیم. الحمدلله چقدر که میتونم حرکت میکنیم که اولش خدا زیارت کنیم و چقدر میتونیم ان شاء الله به شما را نشان بدیم. دعاگو باشه، پیگیر باشه، حرکت کنید، دستگیری ویدیو باشه که تو برادرایی که ندیدیم ببینن. خدا نگهدار شما. السلام علیکم دوستان. این قبر محمد صلی الله علیه و سلم، عمر فاروق رضی الله عنه و ابوبکر صدیق. الحمدلله. سلام به مردم خلق تاجیک. السلام علیکم. السلام علیکم پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم یا نبی الله. السلام علیکم یا رسول الله. السلام علیکم یا نبی الله. خوش به حال تو پروردگار دیدار شما را در روز قیامت در جنت الفردوس نصیب من گردونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمدلله. الحمدلله. جاهای مقدس هم به خلق خدیت این دنیا کرایه چی نمینه، فقط زیارت، یک رکعت نماز اینجا 100,000 رکعت نمازی وطن ما هستن. بیا ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.